بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دانش آموزای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. خاطره شجاعی هستم، مدرس مضمون کیمیا در بخش کیمیای صنف 12 با شما عزیزان همکار هستم. دانش آموزای عزیز، ما در جلسه گذشته در مورد نامگذاری کتون ها به روش های پاک و همچنان خواص فیزیکی کتون ها خواندیم و معلومات حاصل کردیم. در این جلسه ما ادامه موضوعاتی که در مورد کتون ها در فصل 9 کتاب کیمیای صنف 12 گنجانیده شده را میخوانیم. انشالله که تا با پایان جلسه با این موضوعاتی که میخوانیم خوبتر آشنایی حاصل کرده و بفهمیم و یاد بگیریم. در این جلسه ما در مورد خواص کیمیایی کتون ها، تعامل جمعی کتون ها با هیدروژن، تعامل جمعی کتون ها با آب، استحصال کتون ها، مرکب مهم کتون ها که اسیتون است و همچنان استحصال اسیتون میخوانیم و یاد میگیریم. در بخش اول خواص کیمیایی کتون ها. در گروپ کاربینول که کتون ها داره با هیدروژن کربن کدام رابطه ای نداره، یعنی کربن کاربونل با هیدروژن هیچ کدام رابطه ای نداره، بنابراین ارجاع کننده نیست، یعنی نمیتونه که ارجاع بکنه، اما میتونه که عامل ارجاع باشه، میتونه که یک مرکب دیگر ارجاع بکنه. اگر کتون ها در مدت طولانی در موجودیت اکسیدان های قوی با اسیدهای قوی باشد، در اون صورت است که اونا اکسیدیشن میشه و در صورتی که اکسیدیشن شوه مرکبات کربوسیکلیک اسیدها را تشکیل میده. در صورتی که در صورتی که کتون ما متناظر باشد یا هر دو گروپ الکایلش یکسان باشه، میتونه دو نوع اسید یا دو نوع تیزابه تشکیل بده و در صورتی که کتون ما مختلف باشد الکایل هاش، در اون صورت است که 4 نوع مرکب مختلف از کربوسیکلیک اسیدها را تشکیل میده. به خاطر از اینکه ما بیشتر و خوبتر بفهمیم روی تخته کار میکنیم که چگونه میشه که اینا تشکیل شود. خب در اول اگر ما داشته باشیم CH3 کربن در رابطه با اکسیژن رابطه CH3 که اسیتون است. اگر در موجودیت اکسیدان قوی با اکسیژن، یعنی در موجودیت پتاسیم پرمنگنیت KMnO4 و همچنان سلفوریک اسید، فرمولش چه قسم بود؟ آفرین H2SO4. در موجودیت اینا که قرار بگیره این اکسیدیشن میشه و دو نوع اسید مختلف تشکیل میده. یکی از اسیدها است CH3 رابطه COOH که از این قسمت تا قسمت تشکیل میشه. نوع دیگه اسیدی که تشکیل میشه فارمیک اسید COOH. در اینجا این تیزابی که تشکیل میشه اسیتیک اسید است و تیزاب دومی که تشکیل میشه فارمیک اسید میباشه. بر علاوه میگه اگر در صورتی که دو الکایل ما، یعنی ای الکایل و ای الکایل ما هر دوتاش متفاوت از هم دیگه باشه، 4 نوع اسید تشکیل میشه. به طور مثال اگر داشته باشیم CH3 رابطه کربن در رابطه اکسیژن رابطه CH7 اگر داشته باشیم، دو مولکول از این در نظر میگیریم. ای در موجودیت پتاسیم پرمنگنیت KMnO4 و H2SO4 که اکسیده کننده خیلی قوی است، اینا وجود داشته باشد، این مرکب ما به 4 مرکب کربوسیکلیک اسید تبدیل میشه. یکی از اونا هستن CH3COOH. یکیش هست که دو قسمت از یا دو کربنش در بر میگیره. مرکب دیگهش فارمیک اسید است که به وجود میاد و مرکب بعدی چون دو مولکول داریم، مرکب دیگهش از C3H7COOH که این قسمت الکایل پروپایلش است و بر علاوه از این C2H5COOH مرکب ایتانویک اسید هم ازش تشکیل میشه که این در صورتی است که تیزاب ها از کتون ها به دست میاد یا کتون هایی که متناظر باشه دو تیزاب و کتون هایی که نامتناظر باشه میتونه 4 نوع کربوسیکلیک اسید به وجود بیاره. بر علاوه اتم کربن و اتم اکسیژن گروپ کاربینول کتون ها بعد از شکستن فعال میشه. خب معلوم دار زمانی که رابطه پای بین
شما در قسمت ببینید زمانی که اینجا رابطه دوگانه وجود داره، زمانی که رابطه پای بین کربن و اکسیژن میشکنه، در اون صورت است که هم اتم اکسیژن و هم اتم کربن هر دوتاش فعال میشن. خب میگه با وجودی که فعالیتش نظر به الدیهایدها کمتر است، اما بازم میتونه که انواع تعاملات دیگر هم انجام بده، از جمله تعاملش با هیدروژن است. زمانی که این تعامل جمعی را انجام میده، ببینیم که چه قسم یک مرکب تشکیل میشه. خب در قسمت مرکب اسیتون در نظر میگیریم. CH3 رابطه کربن در رابطه اکسیژن رابطه CH3 را داره. در قسمت رابطه بین کربن و اکسیژن که هست، یک رابطه سیگماست، یک رابطهش پای است. این رابطه پای در موجودیت نیکل یا هم پلاتین، اگر ما کاتالیستش در نظر بگیریم، رابطه پای میشکنه و الکترون های آزاد در این قسمت ها به وجود میآید. این الکترون های آزاد میتونه با اتم هیدروژن یک جای شود، یا میتونه که مولکول هیدروژن رویش نصب شود. هیدروژن به هیدروژن های اتمی تبدیل میشه، یک هیدروژن بالای کربن نصب میشه و هیدروژن دوم هم یک هیدروژن بالای اکسیژن و هیدروژن دومی ما بالای کربن نصب میشه. در نتیجه مرکبی که تشکیل میشه CH3 رابطه کربن یک رابطهش با اکسیژن و هیدروژن بالاش نصب میشه، این طرفش هم هیدروژن و در قسمتش هم است CH3. خب دانش آموزای عزیز، این گروه یا این مرکب شما میفهمین که از جمله الکل ها است، چون گروپ هیدروکسیل درش نصب است. اما گفته میتونین که الکل چندمی است؟ آفرین، این از جمله الکل های دومی است که میتونه که زمانی که تعامل انجام بده الکل دومی را به وجود بیاره. بر علاوه ما در مورد بعضی تعاملات کیتون ها بیشتر میخوانیم و مطالعه میکنیم، از جمله یکی همی تعامل جمعی کیتون ها با هیدروژن بود که هرگاه ما بگیریم کیتون، خب اینجا کیتون ما در نظر داریم که اسیتون یا دایمیتایل کیتون است، این اگر ما بگیریم با هیدروژن یا یک مولکول هیدروژن وارد تعامل بکنیم چه اتفاق میفته؟ در صورتی که در محیط ما نیکل وجود داشته باشد، رابطه پای در بین کربن و هیدروژن میشکنه و این هیدروژن بالایش نصب میشه. زمانی که نصب میشه یک قسم یک مرکب تشکیل میشه، مرکب دایمیتایل الکل تشکیل میشه که شما خوب ببینید یک گروپ هیدروکسیل در قسمت است و دو تا گروپ میتایل هم در کربونول نصب است که در نتیجه یک الکل یک قیمته را تشکیل میده. این به نام پروپانول یاد میکنه. خب در ادامه تعامل جمعی کیتون ها با آب است. کیتون ها با آب هم تعامل میکنه. ببینیم که چی نوع یک مرکب را تشکیل میده. خب دانش آموزان عزیز، ما اینجا مرکبی کیتونی را در نظر میگیریم. آر رابطه سی در رابطه با اکسیژن رابطه آر، این فرمول عمومی کیتون است. زمانی که کیتون با آب وارد تعامل شود که H2O است، ببینیم که چگونه تعامل رخ میده. خب آب تجزیه میشه به OH منفی و هیدروژن مثبت یا اتم هیدروژن مثبت. رابطه هم میشکنه، رابطه پای بین اکسیژن و کربن میشکنه، در نتیجه اکسیژن قسما منفی، کربن هم قسما مثبت میشه. اکسیژن که قسما منفی است، چارج مثبت هیدروژن به طرفش کشانده میشه و در نتیجه نصب میشه رویش. هیدروکسیل منفی روی کربن نصب میشه. در نتیجه ما مرکبی را که می داشته باشیم است آر رابطه کربن رابطه اکسیژن رویش هیدروژن نصب میشه، این طرفش هم گروپ هیدروکسیل نصب میشه و همچنان این طرفش آر است. این قسم یک مرکب تشکیل میشه که ما میتونیم میره روی یک فرمول یا عموما کار کنیم. میتایل در نظر میگیریم، با جای الکایل ما میتایل در نظر میگیریم. کربن در رابطه اکسیژن رابطه CH3. خب این اگه در قسمت پایین نوشته کنم بهتره. CH3 یا دایمیتایل کیتون اسیتون
با آب وارد تعامل شود ببینیم که تعامل چگونه رخ میده. با OH منفی و هیدروژن مثبت تفکیک میشه. رابطه اینجا در قسمت رابطه میشکنه و اکسیژن قسما منفی، کربن قسما مثبت چارج میگیره. هیدروکسیل برای کربن نصب میشه، هیدروژن بالای اکسیژن نصب میشه. در نتیجه ما می داشته باشیم CH3 رابطه کربن دو رابطهش با اکسیژن یک رابطهش قطع شد، یک رابطهش میمونه و هیدروژن روش نصب میشه. در قسمت پایینم OH نصب میشه و این طرف شما است CH3. خب این مرکب ما رو شما خوب دقیق ببینین. دو گروه هیدروکسیل بالای یک کربن نصب است. این قسم یک مرکباتی که دو گروه هیدروکسیل بالای یک کربن نصب باشد یا دو گروه وظیفوی از هر نوع گروه وظیفوی که باشد بالای یک کربن نصب باشد، اون مرکب با ثبات نیست، یعنی مرکب بی ثبات به وجود میاره. پس ما میگیم در صورتی که کتون ها با آب وارد تعامل شود میتونه که الکل های دو قیمته بی ثبات را تشکیل بده که ثبات نداره و در زودترین فرصت پس دوباره تجزیه میشه. برای علاوه دانش آموزان عزیز، استحصال کتون ها را در جلسه باید بفهمیم که کتون ها را ما چگونه میتونیم استحصال بکنیم. یک، از اکسیدیشن الکل های دومی میتونیم که کتون ها را به دست بیاریم. هرگاه ما الکل داشته باشیم، الکل ما دومی باشد، خیلی راحت ما میتونیم که ازش کتون به دست بیاریم. خب چه قسم؟ الکل دومی شما میفهمین که کربنول به دو رادیکال نصب است. پس ما اگر داشته باشیم R رابطه کربن، طرفش باشد OH و این طرفش هم باشد R، این طرفش هم هیدروژن. اینی است الکل دومی، چون به دو الکل گروه هیدروکسیل یا کربن هیدروکسیل و دو الکل دیگر نصب است. زمانی که این ما بگیریم اکسیدیشن بکنیم، یعنی با اکسیژن وارد تعامل بکنیم، چه قسم تعامل صورت میگیره؟ اکسیژن ما چون نوزاد یا اتمی است خیلی فعال است، فشار میاره بالای از دو رابطه، این دو رابطه میشکنه. زمانی که شکست، هیدروژن با OH یک جای میشه، کدام مرکب تشکیل میشه؟ آفرین، مرکب H2O. نام از مرکب است آب. و متباقی مرکبی که تشکیل میشه R رابطه C دو رابطه با اکسیژن رابطه R. اینی فرمول عمومی کتون هست. ما یک مثال کار کنیم. اگر داشته باشیم CH3 رابطه کربن OH و این طرفش هیدروژن باشد، اینجا باشد CH3. این میگه پروپانول یا دو پروپانول. زمانی که این مرکب یا الکل دومی با اکسیژن وارد تعامل میشه، اکسیژن هم است، اکسیژن نوزاد، چه اتفاق میفته؟ اکسیژن نوزاد اکسیژن اتمی دو رابطه را میشکنانه، در نتیجه مرکبی که تشکیل میشه CH3 رابطه کربن دو رابطهش با اکسیژن رابطه CH3، یعنی کتون تشکیل میشه. بر علاوه کتون، چون اینجا یک هیدروژن یک گروه هیدروکسیل است که با همدیگر یک جای میشه و مولکول آب تشکیل میده. طریقه دومش است اگر الکل های دومی را دی هیدروژنیشن گردد، یعنی الکل دومی رو ما دی هیدروژنیشن کنیم یا هیدروژن ها را ازش بکشیم. خب اینجا نوشته میکنیم که چطور الکل دومی رو ما بگیریم. اگر داشته باشیم R رابطه کربن OH در یک قسمتش باشد R، اینجا باشد هیدروژن. زمانی که ما رو بگیریم دی هیدروژنیشن کنیم، یعنی کشیدن هیدروژن، از این اتمی که هیدروکسیل از هیدروژنش بکشیم، از اینجا هم هیدروژنش بکشیم، میبینید که یک رابطه آزاد در اکسیژن پیدا میشه، یک رابطه آزاد در کربن پیدا میشه. این دو تا رابطه خودم اشتراکی دوگانه میکنن، میشه R رابطه کربن دو رابطهش میشه با اکسیژن، این طرفش هم میشه R. بازم دوباره فرمول عمومی کتون ها به دست آمد که هر ما به جای R اینجا قیمت گذاری بکنیم، میتونیم که انواع کتون ها را به دست بیاریم. برای علاوه دانش آموزان عزیز، طریقه سوم هم وجود داره که ما میتونیم کتون ها را به دست بریم. در اینجا چه کار میشه؟
زمانی که ما بگیریم فامیل اسیتلین با آب وارد تعامل بکنیم، در اون صورت است که ما میتونیم که کیتون ها را به دست بیاریم. خب در قسمت اول یک رابطه سه‌گانه میشکنه، گروپ هیدروکسیل بالای یک کربن است میشه، هیدروژن بالای کربن دیگه، در نتیجه گروپ OH شکی بکشیم، ما میتونیم که کیتون به دست بیاریم. در نتیجه طریقه سوم بود که ما کیتون ها را به دست میاریم. بر علاوه موضوعی که امروز روی بازم بحث میکنیم در مورد یکی از مرکبات خیلی مهم کیتون ها است به نام اسیتون. اسیتون یک مرکبی است بسیار مهم است که از جمله مرکبات عضوی است. اسیتون به نام پروپانون هم یاد میکنه. شما در قسمت مدل از اسیتون هم میبینین که این فرمول عمومی یا شکل ساختمانی اسیتون است. خب اسیتون به نام دایمیتایل کیتون هم یاد میکنه. این مرکب مایع بیرنگ دارای بوی تیز و مفر است، یعنی فرار کننده هست و در 56 درجه سانتیگراد به جوش میاد، در آب، الکل و ایتر به هر نسبتی که خواسته باشیم حل میشه. خودش هم یک محلل بسیار خوب عضوی است. رنگ های ورنیس، رنگ ناخن، پلاستیک، رنگ های روغن و مشتقات آن، سمغ و لاک را میتونه در خود حل بسازه. دانش آموز عزیز، به خاطر از اینکه اسیتون خوب بشناسیم، ما اینجا بوتل اسیتون داریم و این اسیتون ما میبینیم که واقعا یک مایع بیرنگ است یا خیر. خب این رو بکر میندازیم، ببینین کاملا شبیه آب است، یک مایع است، بیرنگ است، بوی تیز داره و همچنین یک محلل بسیار خوب عضوی است که ما میتونیم داخل از این حل بکنیم، مثلا رنگ ناخن، پلاستیک، رابر و غیره در داخل از این خیلی به راحتی حل میشه. بر علاوه دانش آموزای عزیز، در مورد اسیتون بیشتر بفهمیم. اسیتون به مقدار زیاد در ادرار اشخاصی که به مرض دیابت گرفتار هستند می باشه. ادرار از این اشخاص دارای بوی اسیتون است. اسیتون با شعله آبی می سازه و به مشکل اکسیدایز میشه یا اکسیده میشه. چه قسم ما میتونیم اسیتون به دست بیاریم؟ یک طریقش از طریقه تقطیر چوب است که از محصولات مجموعی تقطیر چوب ما میتونیم 0.5% اسیتون به دست بیاریم و او را میتونیم که به واسطه تقطیر تدریجی بسازیم و به دستش بیاریم. دوم، از حرارت دادن کلسیم اسیتات نیز میتونیم اسیتون به دست بیاریم. است کلسیم اسیتات. کلسیم اسیتات زمانی که ما حرارت بدیم، در نتیجه یک گروه متال با یک گروه متال و یک کربنی که با اکسیژن رابطه دوگانه داره یک طرف میشه. کلسیم با 3 تا اکسیژنی که در قسمت میمانه کلسیم کربونات تشکیل میده و مرکب اسیتون هم به دست میاد. خب دانش آموزان عزیز، کلسیم اسیتات اینجا در نظر میگیریم. کلسیم اسیتات CH3 رابطه کربن، دو رابطه با اکسیژن، رابطه اکسیژن، در پایین هم از CH3 رابطه کربن، دو رابطه با اکسیژن، رابطه با اکسیژن و این دوتا هم با یک اکسیژن دیگه در ارتباط هستند. و در این قسمت که C یا کلسیم، این میگه کلسیم اسیتات. این کلسیم است، یک قسمت اسیتاتش است. زمانی که ما بگیریم حرارت بدیم، در موجودیت حرارت این تبدیل میشه به CH3 رابطه کربن، دو رابطه با اکسیژن، رابطه CH3 که در حقیقت این قسمت از این گرفته میشه. CH3 این قسمت از این مرکب اسیتون تشکیل میده. در قسمت کلسیم باقی میمانه، کلسیم، کربن و 3 اتم اکسیژن که در نتیجه کلسیم کربونات هم تشکیل میشه. دانش آموزای عزیز، ما در این فصل یعنی فصل نهم در مورد الدهایدها و کیتونها خواندیم. در مورد الدهایدها فهمیدیم، در مورد کیتونها فهمیدیم، نامگذاری الدهایدها، نامگذاری کیتونها، مرکبات مهم الدهایدی و مرکب مهم کیتونی را خواندیم، یاد گرفتیم. انشالله که شما هم این موضوعات خیلی خوب فهمیده باشین. در اخیر دانش آموزای عزیز، کارخانگی که شما باید رویش کار بکنین سوالات فصل نهم است، چون فصل تمام کردیم سوالاتش کار خانگی است و شما را کار کنین در خانه تا اینکه خوب و
عالی یاد بگیرین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند یکتا و به نیاز میسپارم. خداوند حافظ و نگهدارتان.